مخدوم اسماعیل پیر محمدزاده واعظ و عالم معروف دین و ادبیات تاجیک که صبح 8 ماه سال 2022 در آستانه 70 سالگیش از عالم چشم پوشید، نیمه دوم روز چهارشنبه در منطقه آلمتوی نویه فرخار در پهلوی مزار پدر شورتیارش مخدوم پیر محمد معروف به مخدوم سنگ کلوله به خاک سپاریدند. به گفته اشتراکچیان مراسم دفن این روحانی شناخته، نماز جنازه مخدوم اسماعیل را مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده امامتی کرده است. در عکس‌های نخستینی که از محل دفن مخدوم اسماعیل به پایگاه خبری بامداد فرستادن دیده می شود که مزار او و پدرش پهلو به پهلویند. مخدوم اسماعیل در بین مردم نه فقط با موعظه های پربارش در مسائل دینی اعتبار به دست آورده بود، بلکه همچون یک داننده خوب ادبیات کلاسیک و معاصر با تفسیرهای پرمعنی اشعار بزرگان ادبیات ما در جامعه از جمله در میان روشنفکران از آبرو و منزلت ویژه برخوردار بود. مخدوم اسماعیل خودش نیز شعر می نوشت. سبب مرگ مخدوم اسماعیل گفته نشده است. تازه هفته گذشته او در دوشنبه در دو محفل مهم فرهنگی، محفل ادبی بارگاه سخن و هم در جشن 85 سالگی هنرمند به همتا هاشم گدا اشتراک داشت. اهل دین و همچنین روشنفکران تاجیک در گذشت مخدوم اسماعیل پیر محمدزاده را یک تلفات بزرگ هم برای عرصه دینی و هم برای اهل فرهنگ تاجیکستان می نامند.